şunu yar yar Ey hayır gülegen canlı gülegen Kanalı şunu yar yar Kanalı şunu yar yar
hayır güleceğim, canlı güleceğim. Kanalışına yar yavrum, kanalışına yar yavrum. Hayır güleceğim, canlı güleceğim. Kanalışına yar yavrum, kanalışına yar yavrum. Canalışına yar yavrum, canalışına. Görelim. زنده باشید دوستان عزیز و مهربان 1990 افسیفانی داماد السلام علیکم یک تا خرسک بلندترین همهشان برای خوشبختی عروس و داماد دوستان عزیز 27 سال پیش خداوند بزرگ به خاندان رحمت فام باز یک طفلک شیرین باز یک طفلک نازنین باز یک طفلک مهربان و خوشرویشه را عطا بکرد این طفلک شیرین را پدر و مادر برادر و خواهر یار و پیوندان با یک مهر و محبت صمیمی با یک جهان خرسندی پدر و مادر با دعاهای نیک به وایه میرسانیدند و امروز دوستان عزیز این معجزه خداوند را بینید آن طفلک امروز شهداماد گشته است برای خرسندی عروس و داماد برای خوشبختی عروس و داماد کسی که بلندترین خرسک میزند در خاندانش گهواره بندان باشد کنی یک خرسک بلندترین همه شما دوستان زنده باشه تشکر زیاد انا امروز دوستان عزیز در عائله رحمت و روز خرسندی روز زیبایی روز فراموش نشونده توی جگربندشان نوری دو چشمانشان معنی زندگیشان میوه باغ خاندانشان برادر عزیز و مهربانی من همسیف گویا خطا نمیکنم دوستی جانی من نواربرداری شناخته جمهوری تاجیکستان گویا خطا نمیکنیم کامران جان امروز روز خرسندی دارد مبارک روید دوستان عزیز به اینجا جمع آمدیم و چی ناز و نعمت‌هایی که برای دسترخوان گذاشتند مرحمت نوش جان کرده باشید آن همه ناز و نعمت‌ها برای همه شمایان عالی قدر داماد قدردان برادر عزیز و مهربان دوستی جانی یک روز یک جوان مثل تو عاشق می شود دوست می دارد و بعد از توی قلم بر دست می گیرد و عروسی نازنینش می نویسد من مستی آن پیمانه دارد بلند جانانه صد جامی جمع بیگانه وحچی عجب افسانه زلفی پریشانت سنم کاکل بدامانت سنم بر تاری او قربان منم خوش دست من شد شانه مهر بدیل انگیخته از نزد ما بگریخته خون زدیل چون ریخته بر ما مشو بیگانه صحرای دلها را گذر از آتش شو با خبر از آن شرر با خود ببر همچون می خوره برادر عزیز داماد قدردان بار دیگر برای دوی شمایان از درگاه خداوند بزرگ از همه چیز قیمتترین و نایبترین صحتمندی و سلامتی عمری دراز کاشانه پر از مهر و محبت تمنا کرده باشیم کامران جان دوستی عزیز از درگاه خداوند ما تنها یک چیز رو تمنا میکنیم خداوند بزرگ برای دوی شمایان فرزندکان شیرین عطا کرده باشد و در توی فرزندکان شما ما باز آمده در خدمت باشیم همین خیلی از دوستان عزیز اگر همه راضی باشند کنی خرسک‌های بلندترین برای خوشبختی عروس و داماد امروز من نمیدونم از کدام سبب باشد خرسک‌ها سوست هستند یا که هوا گرم است یا که من نمیدونم دیگر چیز است بیاید در زیر خرسک‌های بلندترین همه شمایان عروس و داماد را به تخت شاهانه نشانده باشیم کنی خرسک‌های بلندترین عروس و داماد برآمد جای خدایشان کرده باشید در این خط دو جفتی هستید که از هم دیگر زیبا هستید دو جفتی هستید که با هم دیگر مناسب هستید الهو زندگی شما بسیار نمی شیرینی که در نزد شما وجود دارد شیرین‌تر و اصل باشد دوستان عزیز امروز اهل نشست عروس و داماد همه شما اعضای کلی کارمندان رادیو صدای اش تبریک و مبارکبادی میگم و این لحظه باشد برای باز هم زیباتر برای باز هم جذابتر برای باز هم بهتر و عالی جناب آغاز گردیدن و دوام یافتن امروز روز خرسندی عروس و داماد
امروز در خدمت همه ما شما دوستان عزیز سراینده شناخته ناحیه اجتماع حافظی که در مدت کوتاه به دل هزاران مخلصانش جای گرفته است. سراینده که امروز با سروده های دلچسب و دلفریبش طبع عروس و داماد طبع اهل نشست بولیده میگرداند. روی صحنه و دعوت کنیم دوستان عزیز غفران شیرعلی کنی خرسگوی بلندرینی همه شما برای غفران شیرعلی برای وزینه باشد. تشکر رفتیم. تشکر از شما. مقصد از آمدن ایمانیتی دیدار است، ورنه نان و نمک در همه جا بسیار است. عمر اگر خوش گذره زندگی خیزر کم است، ورنه ناخوش گذره نیمی نفس بسیار است. مقصد جان بسیاری همه شادمان است که دیدن رسالت گر استیساده. هر دشمانتون مبارک باشد میگویم میخوایم شبش مخ باشید، هیچگاه روز غم سری خم نبودید. دکشو باشید سربلند باشید یک از اونی بیفته میدیور باشید. گردگرتون مبارک باشد و همه مهمان و طبق شد و نوازمند بسیار بکنم. شب باشتم و راستا برای خوشبختی شما بخونم. مبارک شد.
قلت معنا چی سود از گیریمون نالمون میخوانم سوره از قلت معنا که بیزد نوری حقر بود بایدون کنینم گیر میفرمون از آمونم کنینم گیر میفرمون از آمونم جهان آمون رو دست مادر زمان بیرمی چون دست مادر تو رفتی خون دریافتم تو دنیای من تو دست مادر تو دنیای من تو دست مادر
غم و سارا ولی سودا نکردی شدی قیصه غمی درارا گذاری بردی دریا نکردی مرا جستی ولی پیدا نکردی غم و سارا ولی سودا نکردی شدی قیصه غمی درارا گذاری بردی دریا نکردی زنده باشید دوستانی عزیز و مهربان. من بار دیگر همه شما را خوش آمدید میگویم. نوری دیده تاج بر سر الهی در خاندان هر یک گشمایان چومیس امروز توی باشد. زیبایی خورسندی نوری خداوند الهی صدای خنده طفل باشد. دوستانی عزیز امروز ما تصمیم گرفتیم که سخن تبریکاتی خیلی کم می شود و رقص و بازی زیاد می شود، زیرا که در اینجا خواست داماد است که سخن تبریکاتی تماما نمی شود، هم گویم خطا نمی کنیم. دوستانی عزیز و مهربان این لحظه بیا دوستان اول شاعر میگوید که مهربانی در جهان دارم که نامش مادر است، قهرمانی در جهان دارم که نامش مادر است. اولین رفتار و گفتارم بود از دست او، نقطه‌دانی در جهان دارم که نامش مادر است. حضرت لایق به وصفش یادگار ایجاد کرد، خوش زبانی در جهان دارم که نامش مادر است. دوستانی عزیز وقتی که مادر در حق فرزندش دعا میگوید، وقتی که مادر در حق فرزندش سخن میگوید، وقتی که مادر در حق فرزندش تبریک میکند، خداوند بزرگ سخن مادر از زود به درگاهش قبول میکرده است، زیرا که بهشت در زیر قدم مادران بوده است. دوستان اول شاعر میگوید که مادری خوش نظرم هر نظرم هدیه توست، مادری خوش نظرم هر نظرم هدیه توست، اثری دارم اگر
آن اثرم هدیه توست. این لحظه باشد دوستانی عزیز بیاید روی صحنه دعوت میکنیم شخصان مقدسه، انسان‌های عالی قدر، انسان‌های قدردان‌ترین روی جهان روی صحنه دعوت کرده باشیم پدر و مادر داماد و مادر عروسی نازنین. کنی یک قرصک بلندترین همهشون برای مادران عزیز و پدرجان بزرگوار. برآمد انتظار هستیم دوستان عزیز. مادر داماد معلمه جان عزیز و مهربانی ما، معلمه شیرین سخنی ما، مادر داماد که البته با کارهای بهترین خود به خود ناحیه اشت ما و جمهوری تاجیکستان ما البته مهنت میکنند. البته انسان بینهایت خاکسار هستند. مادر جان عزیز و مهربان مادر شیرین سخنی داماد برآمد به نزد من و باز هم مادر عروس نازنین پدر جان داماد ما انتظار هستیم. بیاید معلم جان عزیز و مهربان امروز که البته جگربند شما میوه باغ خاندان شما عصای پیری شما روزی خرسندی دارد در حق او دعای کرده باشد. بیاید مادر جان عزیز و مهربان عروس نازنین ما انتظار شما هستیم. البته شاعر میگوید که مادر و ایا مادر مثل مادرهای دنیا، کودکت بی‌درد باشد سرفراز و مرد باشد صلح باشد پایدار. من حاضر میگفتگی بودم که کامران جان از جای بر بریزیم، لیکن کامران خودش بهترین میداند. البته ما خیلی شاد هستیم و از زبان داماد قدردان از زبان کامران جان من برای مادر شیرین سخنش بگم که ای مادر، ای جان مادر، ای فرشته روی زمین، ای زنی حلیم و خاکسار مادر جان. مادر در یادت هست وقتی که من در گهواره با یک صدای بلند داد می زدم گریه می کردم، تو دوان دوان به سوی گهواره آمده برایم سرود الله می خواندی مادر جان. آه همان صدایت مادر. کامران جان میگوید که پدر جان تو خودت نخوردی پدر مرا خوراندی، تو خودت نپوشیدی پدر جان مرا پوشاندی، تو مرا از هیچ کس کمم نکرده به وایه رساندی. اینقدر مهربان هستی پدر جان، اینقدر شیرین سخن هستی مادر جان، من شما را دوست می‌دارم. مادر با یک قطره شیری دادن راضی باش مادر جان، تو را من دوست می‌دارم. داماد میگه، کامران جان میگه که ببین مادر، ببین جان مادر، امروز من روزی خرسندی دارم. ببین مادر امروز در نزد من عروسی نازنینم نشسته است. برا مادر، برا جان مادر در حق ما دعا گوی، برا جان پدر در حق ما سخن گوی تا که ما خوشبخترین روی جهان گردیم. عمری ما را ساربان ای پدر، زندگی را پاسبان ای پدر، جست و نبود مردی نیکو بهر من، تو مرا بالاز جانی ای پدر. بیا دوستان عزیز یک قرصکی بلندترین شما برای پدرجان عزیز و مهربان داماد. پدرجان بیاد به نزد من، پدر عزیز و مهربان را من نزدم دعوت میکنم. سخن تبریکاتی، سخنان نیک، دعای نیک اول از زبان شیرین شما برای من زیده باشه. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمدید به توی خاندار شریف فرزندمان. من گفتدیم آرزوی در دل دارم هر دو جوان یک عالی شوند، عالی نمونوی، خوشبخت باشند و پستی بلندی زندگی طابق باشند، یکدیگر فهم باشند، یکدیگرشون حرمت کنند، یک عالی شوند که با افتخار هم به نام گیرد. من چنین دارم فرزندانم، آرزوی من. خوشبخت باشید. کنی دوستان عزیز، خرسک‌های بلندترین همه‌شان برای پدرجان عزیز و مهربان. وقتی که پدر از فرزندش ریزا میگردد، پدر راضی، خدا راضی، پدر راضی، جهان راضی. بیاید سخن تبریکاتی با معلمه جان عزیز و مهربان، مادر شیرین سخن، مادر دعاگوی داماد قدردان و عروسی نازنین. مرحبا. السلام علیکم عزیزان دل، خویش پیوندان، نزدیکان، خداهای عزیز، هر یک شما را از نام اهل عائله ما
خوش آمدید نوری دیده تاج سر. هر یک قدم های شما به این روزی خرسندی ما میگویم، زیرا امروز عائله ما هم عائله قادرف ها روزی خرسندی دارند و فرزندهای خود را عائله دار کرده ایستادیم. من از فرصت استفاده برده فرزند عزیزم کامران جان کنجتای خانمان و اینجونین عروسی نازنین خانمان دخترم امیده جان را که به شاهراه حیات قدم نهاده ایستادند به مناسبت این روزی سعیدشان صمیمانه تبریک میگویم. به شما تنی صحت، خاطری جمع، دل بیغم، دیده بینم و تمام خوشبختی ها را برایتان تمنا دارم. بگذار امیده جان عزیز به خانه ما همچون عروس نه به همچون دختر کنجتای وارد گردیده کلبه تاریکی پسری مرا با مهر و محبت خود روشن کند، دل او را به زندگی گرم سازد، زیرا زن آلیه حسن گرمی زندگی از اوست، چراغ زندگی زن است. من نیز باوری دارم که امیده جان عزیز با فرزند عزیزی من کامران جان یک عائله خوشبخت‌ترین دنیا را برپا می‌سازند. ای عروس نازنین بر خانه ما بخت‌آور شوی، هم برای کامران جان ما از تمام دلبرها دلبرتر شوی. من میخواهم که تمنای آن را دارم که چقدر که امروز شما در لباس عروسی دامادی در بر یکدیگر ایستاده، در تمام روزهای زندگی تا ابد دائما یک جایه، همراه، همسفر، همدل، همراز باشه. به شما روحی سفید تمنا دارم. عیدتان، وقت و اقبالتان مبارک باشد. به حق شمایان فرزندان عزیز، خوشبختی های تمام عالم را خواهانم، همیشه خانه آباد و روزهای خوشبختی در زندگی همیشه استوار باشید، دست هم گرفت. در شما صحت و سلامتی، عمر دراز، خانه آباد، راه سفید، وقتی بلند، چهره خندان خواهانم. بگذار ستاره وقت شما همیشه درخشان باشد. کاروان وقتتان به قله های مراد رسد. همیشه خوشبخت باشید. زنده باشید. مادر جانی عزیز، مادر عروسی نازنین بنزدیم ما. مادر جانی عزیز بیاید بنزدیم ما. یک لحظه، یک دقیقه خرسکی بلندترین دوستان. در حقیقت در هر یک روزی خرسندی بسیار نفرات در هیجان هستند دوستان. در حقیقت این روز است، امروز که میبینیم چخیل عروس و داماد با همدیگر مناسب هستند. همین خیلی است معلم جانی عزیز. ببینید چخیل فرزندان شما با یکدیگر مناسب هستند. دو جفتی هستند که از همدیگر زیبا هستند. بیاید عروسی نازنین میگوید، از زبان عروس من شعر میگویم که عروس میگوید که پیش چشمت کودکم من تا هنوز مادری جان علیهم گوی. پیش چشمت کودکم من تا هنوز مادری جان علیهم گوی. زندگی افسانه بوده است مادر افسانه هم گوی. در حقیقت مادر جانی عزیز، من تنها از رو گفتنی هستم که امروز یعنی عروس نازنین بختشان بوده است. میدونید برای چی؟ برای آنکه خداوند بزرگ با چنین خوشنامه مهربان سزاوار گردانید. بیاید خرسک‌های بلندترین همه شما دوستان عزیز و مهربان، برای همین مادران عزیز و مهربان، مادران شیرین سخن، یک جا تشکر میگیم. مادران عزیز، پدر بزرگوار، الهی در این دنیای زیبا خرسندانه با سری بلند عمر به سر برده باشید و دو دست مبارک شمایان در دعای فرزندانتان باشد و خداوند برای شما نبیرگان سالم و زیبا عطا کرده باشد و در توی نبیرگان شما آمده ما خدمت کرده باشیم و اما این دفعه نوار بردارش موسین جانکان باشد. میشه زیده باشد. یک دقیقه خرسک‌های بلندترین دوستانی عزیز و مهربان، برای همین
модарони азиз ва падарҷони бузург, марҳамат ҷои худо ишғол карда бошед. Шуморо обрӯ бошад ҳамеша, баланд аз қуллаҳои коҳсорон, ҳамеша вақту давлат ёратон бод. Чунин аст орзуи имрӯза наворбардорони беҳтарине ки дар хизмати мо шумо ҳастанд. ва имрӯз дӯстони азиз, наворбардорони беҳтарини ноҳия Аштимо ки 3 нафар ҳастанд дар ин ҷо наворбардорӣ мекунанд. Якта қарзаки баландтарини ҳамаишон бари ҳамин наворбардорони азиз расондар мекунад. биёд ин лаҳза рӯи саҳна ба модарони азиза, холаҷонҳои азиза, аммаҳои азиза, ҳамаи пайвандони ду тарафа рӯи саҳна ба даъват карда бошем, рақсу бозӣ карда бошанд, зеро ки имрӯз рӯзи хурсандии арӯсу домод аст. месарояд ғуфрони Шералӣ. ҳама як ҷӯя